نظر انسان چه مشکلی میتونه میگه کلا یه روز یه بار میشه یه روز یه بار میشه. این خداوند چی میگه؟ این یک گروه آدم‌ها در مشکل نیست در نماز. اونا کیان؟ اونایی هستن که خشوع دارن. با خشوع هم میگه چرا خشوع دارن؟ یا چی سبب شده که اونا با خشوع شدن؟ یعنی متواضعن، خودشون بنده حس کردن. اونا کسایی هستن که باور دارن که یه روز با خداوند روبرو میشن. یعنی خدا قتی وا میخرن در قیامت. اوخی خدا قتی که واخری خدا خالق اینوه. اونا شرم میدارن که روز قیامت با خدا واخورن و پابند نماز نمیشن. اونا شرم میدارن روز قیامت با خدا واخورن و چه امر خدا را ترک نمیشن. انهم الیه راجعون. یعنی اونو میگن که بازگشت ما با سوی خدا دیگه علاج نداریم. یکی این که چی؟ شرم میدارن، دیگر این که در عذاب جهنم ازشون میترسن، سومش این که بنده علاج ندارد آخه بنده باید تسلیم شود. همین اسلام معناش تسلیم شدن به خداوند. چه تسلیم میشویم؟ شرط نیست که کسی بیاد در پیش در گردن ما پیستلت مونه به ما تسلیم شیم. ما تسلیم خدا برای اون میشیم که چاره نداریم که خدا خالق ماست. خدا ما را آفریده، خدا ما را میراند، خدا ما را آفریده باشد، خداوند ما را در دنیا نعمت داده باشد و خداوند ما را میراند. یعنی که مرگ ما حتمی است. پس دیگه چی چاره است؟ پس مجبور هستیم ما تسلیم شویم. دیگه ما جان نداریم. خداوند میگه در روز قیامت چی؟ غیر پردرگاهی خداوند دیگه پناهگاه نداره شما. و پادشاه هم روز قیامت خداوند خودش است. وقتی که ما جای گریز نداریم، وقتی که چی؟ خالق ما را امر کرده است و مردن ما حق است و ما را خواه ناخواه خداوند میخیزاند، این به این چیز به اختیاری ما نیست. پس باید مسلمان چیکار کنه؟ تسلیم شود. خدای 5 وقت نماز است، من میخوانمش انشاءالله. مال چیزی مهم است، من دوستش میدارم، لیکن چی؟ خدای تو که امر کردگی من از فرمان تو بیرون برآمدن نمیتونم. من بنده عاجز هستم. حیات و ممات من در دست تو است. دیگه این فایدهش من برآورده خیشتن برام نمیتونم زکات. یا خدای چی؟ یا حج رفتم به $3000 خراجات میشه، من پول به مهنت یافتگی هستم. لیکن چی؟ میدونم که خدا تو مرا آفریده، تو مرا میمیرونی، برای چیز روز قیامت مرا میپرسی، من انشاءالله این کارا میکنم. $3000 من خرج میکنم. من پول عزیز است. یا خوب شیرین است سحری وقتی نمازی بام دادن. این همین چیزا پیش نظر انسان میاد. انسان خودش در مقابل خداوند ناتوان حس میکنه و ناتوان هم هست. موقعی حمال بالای ما دیگه مصیبت بیاید، خداوند فرزندای ما را کشد، ما عیدست ما هم کار میبیاد. کسی هست زندهش کنه؟ نه. یا اینکه ما بتوانیم گفتن که نه من نمیمرم. علیاذ بالله. میگن که در زمان چنگیزخان در اروپا یک جادوگر پیدا شد، یک زن جادوگر. و آوازش بخری همون حکومتدارای چنگیزخان آمد رسید که او گویا میدونست است که یک گیاه است، اگر کسی همون گیاه خرد نمی‌کند. از این طرف حکومتدارا به سر او زن آدم روان کردند و او را چی؟ به خواهش خودشون زده گفتی مردم خود با آوردنش. و این چیز که دروغ بود، او زن یک مصلحت دروغ داد میگوید. مصلحت دروغ داد که یک گیاهی هست در فلان جاهای کوههای شما میشود و من نمیدانم شما خودتان روی از همون کلان سالاتان یا بسته رو میابند. و پادشاه هم خیال کرد که همین چیز او را چی؟ از مرگ نجات میدهد. تمام قواش از صرف کرد برای گفتن یک علف. و این چیز دروغ بود که اساس نداشت. پادشاه مرد و علف نیافت. یعنی مرگ حتما آمدن است، چیز در اختیار ما نیست. همین چیزا رو ما پیش نظر آورده میگیم که خدای ما عاجز است، ما یک بنده است، دست ما نمیگیره. پیش مرگ گرفتن نمیشود. به خداوند هر چی خواسته باشه چی همون میشود. خواهش بنده در زیر خواهش خداوند است. ما خواهش مطلق نداریم دیگه. و الحمدلله مردم ما خوبان نماز هستن، لیکن چه نمازی میخونن در خانه. این چیزی هست که اسلام میگه رد میکنه و مردم چی به جماعت میکشن. صلات الجماعت تفضل علی صلات الفرد ب25 درجه. نمازی که با جماعت گذاشته میشود از نمازی که در خانه یا تنها گذاشته میشود 27 یا 25 درجه بالاتر است. این تشویق بود.
یعنی اسلام ما را تشویق میکند که مسجد روی با مردم یک جا نماز. در عین زمان چی؟ با ما را تهدید میکند در برابر تشویق کسی که مسجد نمی‌بیاید. من ترک ثلاث جمعه تهاونا تبع الله عن قلبه. کسی 3 جمعه یا جماعت به عذر ترک میکند خداوند در دل او مهر گمراهی می‌زند. چقدر جمعه ها را چقدر جماعت ها را ما ترک کردیم. و بعضی ترک کردن‌های ما چی؟ سبب داشت. سببش سخن‌های بافته و دروغ. میگفتن که اگر یه بار جمعه رایی تو باید تو مردن جمعه رایی ترک نکنی. برای من برادر نمیتونم میگم که بعد میرم یکم وقتی ولی من رام ترک میکنم بودن هفته آینده نمیتونم نه کسی به عذر ترک میکنه. شما این هفته روی هفته آینده در حقیقت یکم کار جدی برو من نروی. یعنی یک قسم جوانه ما به همین خاطر جمعه قسم دویمی مردمی ما که به جمعه نمیرود آدمای کارگر هم بچورا سبب دارن عذر دارن. یکی نماز جمعه نمیره میگه که من رام 3-4 ساعت نماز کارخونه چی میشود؟ نماز جمعه 3-4 ساعت نیست. این مردمی ما از ساعت 10 میتونی که میره نماز جمعه. نماز جمعه ساعت 10 نیست برادر. نماز جمعه ساعت 5 تا کم یک رو خطبه را گوش کن فرض خوان بیا سنت در کابینتت کن اگر کارگری. بیا در مغازینت کن اگر دکاندار هستی. بیا در جای کار کن هر کاری که میکنید. 7 دقیقه وقت میگیره. روز ما تقریبا هم حساب کردیم من کیسه رو حساب کردیم هم نماز تیز ما خیلی 3 دقیقه وقت میگیره 2 دقیقه خطبه یا 1 دقیقه نماز 7 دقیقه اینا ببینید صدها آدم هزارها جوان ما میخوان نماز خوندن یه فتوای نادرست سبب شده است که اونو مسجد نگیرن. اینا ما به شما ممکن بروه حتی نمی دنباله که تو اینجا آوردگی هست فإنه لو صلى الأربع قبل الجمعة في البيت وصلى الجمعة في الجامع يكون سنة. اگر نمازگزار 4 رکعت پیش از جمعه را در خانه گذارد و جمعه را در مسجد جامع همین کار سنت است. این کتاب مذهبی است. دروغ میگن که چی؟ جوانای نامبر اومدن میگن که پیش از جمعه 4 رکعت سنت نیست. راست؟ باید نفل این کتاب خیلی مذهبی خود میگه که صحیفه 62 خلاصه الفتاوا اگر 4 رکعت پیش از جمعه را در خانه خواند و جمعه رود گویا سنت پیغمبر را به جا آورد. برای که پیغمبر خود سنت را در مسجد نمیخواند. این قدر کار بهانه شده است بردیم خیلی راست شوی. چرا میگم من 2-3 ساعت کابینت را پرتم روم. ای خوجاین گپ میشنم 2-3 ساعت بازار من این جای کارین $1000 هر ماه پول میسپرم $100 پول میسپرم من این پرفتن رو نمازو در چی میشم برای شما 5-7 دقیقه وقتی اساسی را مسجد و وقتی معین دارن چطور کنی الان وقت روی 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت نفلی که پیش از نماز جمعه در دکان در جای کار خونه روی خطبه را گوش کردن واجبه. مردم ما میره در وقت خطبه گپ مثلا ممکن نیست گپ زدن حتی یک از شین خز گفتن ممکن نیست خاموش ایستادن گفتم چه الکجی خودش گناه است یگان چی نمیگه خطبه را گوش کنید میخواید درکت فرض جمعه را میخونید میبینید بود تمام شد در چی خانه یا جای کار یا جای هر جایی که شما باشید میخونید. و دیگرش چی؟ پیغمبری خدا از این کرده بالاتر تحقیق میکنه. میگه من خواستم یک کس امام تعیین کنم و رون خانه آدمایی که برای نماز جماعت ادا کردن با مسجد نمیبینن خانه هاشون علاوه ثبت کنن. برای چی پیغمبری خدا تصمیم میگیره که خانه های ما را علاوه ثبت کنن؟ چی سبب است؟ یعنی یکون امر مهمی است که پیغمبر خدا نآمدن مسجد گناهش با خانه سوزی برابر داره. حتما کوشش کنید نمازت با جماعت کنید.